هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون و سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در این برنامه با حضور یکی از کارشناسان ارشد مسائل بهداشت غذایی، دکتر علوم‌های طب پروفسور جهان عزازاد یک صحبت می‌آوریم در اطراف ترکیب غذایی و صحتی عمومی. البته در یک برنامه پیشکی با حضور استاد موضوع شرایط صحتی را در بستگی با فضای غذایی کرده بودیم و در اونجا استاد پیشنهادهای خوبی هم کرد، یک نوع آمارگیری سطح جهانی رو در رابطه با همین فضای غذایی بیان داشت، ارزیابی کرد، مثالهای خوبی هم آورد و کوشش میکنیم با حضور استاد در این برنامه در مورد ترکیب غذایی یا که راسیون غذایی و شرایط صحتی صحبت کنیم. استاد خوش آمدید به برنامه و اکنون مشخص‌تر میکنیم صحبت استاد در اطراف همین ترکیب غذایی ما و مشخصاتی که به این موضوع رابطه دارن. از همینجا شروع کنیم. البته ماهیت غذا هم اساساً با ترکیب آن وابستگی عمیق دارد و هر یک نوع غذا خصوصیت خود را دارد، ترکیب کیمیایی خود را دارد و ما میدونیم که در راسیون غذایی اهالی امروز تقریباً 5 نوعی غذایی که برای رونق و برای افزایش و برای بهداشت سلامتی لازم است، یعنی باید که از این غذاها استعمال کنند. البته امروز خیلی که میگویند در جای اول محصولات های گوشتی میستند. در کجایی که غذاخوری با غذاخوری دست نزنیم در اونجا البته یک غذایی هست که در آن محصولات های گوشتی وجود دارد و البته محصولات گوشتی از لحاظ ترکیب کیمیایی نسبت ترکیب محصولات های رستنی فرقیت کلان دارد، زیرا که ترکیب محصولات گوشتی اساساً از سفیده هست که مقدار امین کیسلوتاهای عوض نشونده ترکیبش در 1 گرم همین سفیده 361 میلی گرم را تشکیل میکنند و این سفیده اصیل به حساب می رود و باید تذکر دهیم که بغیر از این در ترکیب محصولات گوشتی چربوهای حیواناتی، کیسلوتاهای چربویی ناصر به مقدار زیاد وجود دارند، کیسلوتای پالمیتین، کیسلوتای استئارین، کیسلوتای لینوی و کیسلوتاهای یک مقداری کم کیسلوتاهای ارخیدونی و غیر از این در ترکیب محصولات گوشتی آهن گمناک وجود دارد، آهنی که با گموگلوبین پیوسته است. این هم بسیار نقش مهم دارد در پیشگیری بیماری کمخونی از نارسایی آهن. غیر از این در ترکیب محصولات گوشتی ویتامین B12 است که ویتامین B12 هم در ترکیب تخم است، هم در ترکیب گوشت است که اون هم برای پیشگیری بیماری ادیسون بیر میرا، یک نوعی وزنین بیماری کمخونی است، یعنی نقش نهایت مهم را اجرا میکنه. و غیر از این در ترکیب محصولات گوشتی مقداری زیادی موادهایی هستند که در حاصل شوی فرمنت ها در بنیه انسان نقش مهم را اجرا میکنند. البته محصولات گوشتی را به مقدار زیاد خوردن ممکن نیست، آن باید معیاری معین دارد. اگر انسان در یک روز 100-120 گرم گوشت استعمال کند و این را مدتی 4 روز اگر استعمال کند منتظم 3 روز دیگرش بین اگر کند، همین 4 روزی که باید گوشت خورد او را در هفته تقسیم کند. امروز محصولات گوشتی خورد، پگاه لوبیاگی ها، سبزوات، پگاه دیگر با محصولات گوشتی خورد، پگاه دیگر با یک برنج، دیگر محصولات ها، سبزوات های از سبزوات ها غذا برای او بسنده است و او را میتواند تأمین کند، زیرا که ما باید از
محصولات سبزیجاتی از دانگی ها و لوبیایی ها البته باید استفاده بریم. بغیر از این هنگامی از معیار زیاد استعمال کردن محصولات گوشتی، این به یکی از بیماری هایی که آن را بیماری اشراف زادگان میگویند، این بیماری نقریس است یا که به زبان روسی آن را پداگرا میگویند که بسیار یکی و این بیماری را امروز به گروه بیماری سندرم متابولیکی وارد کردند. بعضی لحاظ هنگام زیاد استعمال کردن محصولات گوشتی، خیلی که در بعضی میگه که ساغل باشه بخوریم، همین محصولات هم به حضور گوشت با مقدار زیاد استعمال میکنند و این به حاصل شوی مقدار زیادی پورین ها بیارند و این پورین ها به توایک ها و همون بندک ها وارد میشوند مقدار زیاد و آهسته آهسته انسان را به بیماری نقریس مبتلا میکنند. و از این لحاظ ما باید که خیلی گفتم محصولات گوشتی را در معیار، اساساً گوشتی که انسان استعمال میکند باید که رنگ مرمری داشته باشد. و همین گوشت سرخ امروز هم بسیار میخورد، در دنیا در بسیاری جاها استفاده میشود و هم استعمال زیادی گوشت سرخ هم به بنیه انسان تاثیر منفی دارد، چون که تحقیقات های زیاد عملی کرده شده است که در 10,000 در 20,000 آدمان در دیگر دولت هایی که از لحاظ قدرت تشخیصی قدرت دارند آنها عملی کردند و معین کرده شده است که هنگامی از معیار زیاد استعمال نمودن گوشت سرخ این هم میتواند که با بیماری سرطان دل و رگ‌های خونگرد مساعدت کند. و غیر از این بغرض از گوشت گاو و گوشت پرنده هست، گوشت خرگوش است که اینها هم یعنی گوشت گوسفند است و هر کدام این به خود یک خصوصیت خاص دارد. مثال گوشت پرنده، همون گوشت پرنده که در شرایط آزاد تربیه یافته هست، مثال مرغان خانگی و دیگر اینها از لحاظ اکولوژی، از لحاظ شفابخشی حتی برای بنیه انسان نهایت فایده کلان دارند، زیرا که آنها هنگام حرکت دویش از رستنی های گوناگون استفاده میبرند و گوشت آنها برای بنیه انسان بسیار فایده دارد و حتی امروز خیلی میگویند دولتمندان یا علیگرخای دنیا خیلی میگویند به صید مرغ خانگی مشغول شدند. آنها از هر جا فرمایش میدهند گوشت خانگی استفاده میبرند، اما بسیار مرغ‌های در شرایط محدود تربیه یافته که با آنها گرمان‌ها، آنتیبیوتیک‌ها و دیگر موادهای افزایشی میتیند و مثال همان در مغازه ها یک وقتا به مقدار زیاد اکرشکه میگفتند یا لینگی بوش میگفتند، ناشکی بوشه به زبان روسی، آنها منبع گرمان ها هستند. رازگب آنها را در امریکا نمیخورند، آدمانی همون تهجویی استفاده نمیبرند، آنها به همه دولت های دیگر تقسیم کرده میشوند و از این لحاظ باید که اگر انسان خواهد که سالم و بردم باشد باید برای سالمی خود مهنت کند، خودش پرورش کند، خودش کارد و مثال این میتواند که یک سلامتی او را از بسیار بیماری ها امین دارد. و مسئولات دیگری که ما به محتاجش هستیم و از ایام تولید طفل اولین غذای در زندگی بعد نفس هست این شیر مادر است. بهترین شیر است که اکادمیک پاولوس میگوید که شیر این یک محصولات نهایت قیمت خداداد است که خدا برای انسان او را آفریده است تا که سالمی او را نگاه دارد. و البته همون طفلانی که از 6 ماه زیاد و بهترش گویم که 1 سال، 1.5 سال، 2 سال از شیر مادر استعمال میکنند، آنها سالم بردم به وایه میرسند و مبتلای بیماری های دل و رگ‌های خونگرد، بیماری های عصب، فربهی نمیشوند. ولی طفلانی که بعد از تولد شدن بعد 1 ماه، نیم ماه علاقه مادر شبخیزی را دوست نمیدارد
سری گهواره الله گفتن نقض نمیبیند. بعد همون چوچک و همون شیشه های حاضر پلاستماسی یکی پر از محصولات صنعی برآورده شدن، با آنها بله. شیری منمون صحیح. نان بله. مالیش و دیگر که بسیارشون در بیبی و گولندیا و در گولند در دیگر دولت روسیه و دیگر جا تیار می شوند، می بیایند و با تیفلان شیر می تیند. از همون شیر شبم در دهنش از همون روزم این با سوشوی مسئولیتی بدنی آنها مبتلا شدی از ایام خوردی با بیماری های گوناگون غذایی، با بیماری های معده و دیگه عضوهای هاضمه، با بیماری های دیل حتی و سطح دانش و چیزی آنها پستر می شود و قوت قدرت فکریشون فکرانی و عقلانیشون پستر می شود. بعدی که همون تیفلا کلان شدن، من شیر ما پیهل نمیکنم، میگه هم مادرش او کدام شیر را پیهل نمیکنه معلوم نیست. اگر اوچه او کودک همو گووی گلندیا بود، رسیا بود، دیگر بودن که از شیر قاقی بود تولد. وای من رسید. امروز بله. از همه مادران، از همه جوانان، زنهای جوان احترام خواهش میکنم با فرزنداتون شیر مادر تید، چون که از شیر مادر آنها یعنی تربیه یابند با شیر مادر. شما یک چیز در خاطر دارید که هنگام دادن شیر به فرزند، وقتی شما سر خود را، پیشانه خود را، بری روی خود را و بری روی او میگذارید، در آنجا گرمانهای مهر از طفل به شما، از شما به طفل میگذرد و او یک حیات از شما جدا نمی شود، شما را همیشه دوست می دارد، زیرا که این است آن نزدیکی مادر و طفل. من بار تکرار میکنم، گرمانی مهر وجود دارد و او همیشه هنگامی همین رسیدنهای پوست شما با پوست فرزند با یکدیگر بگذرد و شما صاحب فرزندی با عقل و با ادراک و با تمیز و دانشمند خواهد شد. و غیر از این شیر برای آدمان کلانسال هم فایده دارد، در افزایش بدن آنها، در مبادله ماده های بنیه و خصوصا با کسانی پیرانسال که هضم غذایشان مشکل تر می شود، آنها هم اگر از محصولات شیری استعمال کنند برای سلامتی آنها یک فایده نقطه دارد. نظری هست در مورد شیر که در هنگام شب تناول کردن شیر یا که خوردن شیر، این چی مشکل دارد که بعضا همین گفتگوزارها و حرفای میشنویم که هنگام شب خوردن شیر برای مثلا نسل بزرگسال‌تر یا سالمندتر مشکل تر است در هضم؟ البته محصولات شیری شبانه استعمال کردن لازم است، لیکن شیر نه. جرغات، کیفیر، البته برای که شیر یک خصوصیتی 20% آدم در دنیا شیر خوردن نمیتونند، 20% همین شیری را استعمال کردن نمیتونند، برای که آنها در غدود زیرمعدهشون فرمنت لاکتوز ندارند. فرمنت لاکتوز ترکیب شیر را تجزیه میکند، از لحاظ آنکه او تجزیه نمیشود و بسیاری آدمان دمیش شکم میبیارند و این هم یعنی و قبضیت شکم میبیارد، این هم با یک مشکلی انسان را دچار میکند. از لحاظ شبانه انسان باید جرغات پیش از خواب 3 ساعت تا خواب باید غذا نخورد انسان. 3 ساعت، من همین ساعتی 7 غذا خوردی، ساعتی 10-11 خواب میروی، 3 ساعت غذا نخور، 10 دقیقه 15 دقیقه سیر کن، بعد آمده یک استکان یا پیاله جرغات استعمال کن یا یک سیبی کبود، بعد خواب را. جرغات برای چی؟ برای که منبع بیفید و باکتریا ها است، او فلورای روده قبض را خوب میکند. بیفید و باکتریا ها بسیار باکتریا های فایده آورن برای بنی. هر قدر فلورای روده قبض انسان پاک باشد، تازه باشد، همون قدر انسان سالم است. این هم یکی از منبع های اساسی بهداشت سالمی انسان است. و غیر از این محصولات دیگری که ما باید در اصل استعمال کنیم، لوبیاگی ها، دانگی ها، اینا هستند، اینا را هم باید ما در معیار. من مثال گیرم، در 100 گرم گوشت 18 گرم سفیده است، بگذار در مرغ 20 گرم سفیده است، اما در یک 100 گرم لوبیا 22 گرم سفیده است، در 100 گرم ماش یا نسک 30 گرم سفیده است.
این هم منبع سفیده‌ها هم. ما البته آنها رو باید که با غذا استعمال کنیم. آنها قدرت جسمانی ما رو نگاه می‌دارن. محصولات دیگری که وجود دارد و ما استعمال میکنیم میوه و سبزیجات است. این دو نوع میوه و سبزیجات میتوانند بنیه ما رو با ویتامین ها با عنصرها تامین نمایند. شما یک فکر کنید که کلمه ویتامین از کلمه حیات، ویتا ژیزن، امین سفیده، حیات و سفیده یعنی نامگذاری شدند. و از این لحاظ ما باید که البته در یک روز 450-500 گرم میوه و سبزیجات البته استعمال کنیم. سبزیجات ما پیش از غذا، خصوصا پیش از غذا ما باید که یک طبقچه سبزیجات استعمال کنیم. این پمیدار است، بادرینگ است، یا که گشنیج جعفری است، یا که شیبیت است. ما البته باید ترب است، ما باید استعمال کنیم. برای چی؟ بعد 10 دقیقه بعد ما باید غذا استعمال کنیم. اول اینا را استعمال کنیم بعد غذا. همون کسلوته های چربویی سیر شده که با روغن برید میشن، آنها آن را از خود میکنند. آنها را به مقدار زیاد به بنیه ما وارد شده نمیمونند. آنها وقتی به مقدار زیاد به بنیه وارد شدن، آنها به خلیسترین مبدل میگردند. کسلوته های چربویی سیر شده، کسلوته های چربویی ناسر، اینا فایده بخشای ما هستند. از این لحاظ ما باید البته را استفاده کنیم. خلیسترین زیاد چی بشود؟ مقدار دور در روز ما محصولات های سر چربو به سبزیجات استفاده بردیم. این به حالت می‌آورد که در خلیسترین زیاد میشود. این با لیپوپروتئید های زیچه‌شون پس نهایت پس زیاد میشوند. آنها در رگ‌های خون تکشان بشوند. آهسته دیواره های خلیسترینی به عمل میارند. انسان مبتلای بیماری صورتبندی رگ‌های خونگرد میگردد و میتواند و بیماری اتریسکلروز، بیماری دل و رگ‌های خونگرد یعنی مبتلا شود. از این لحاظ ما باید که میوه و سبزیجات رو هر روز خوریم. در هر یک دولت موافق طلبات عمومی جهانی باید که در یک سال به سر هر اهالی 600 گرم میوه و سبزیجات ذخیره کرده شود. در وقت نگهداری کشاندن 200 گرم اون نابود می شود، لیکن 400 گرم اون باید ماند که همون اهالی هر کودکان تا 200 گرم، کلان سالان تا 400 گرم هر روز میوه و سبزیجات استاد مواد نانی چی؟ مواد نانی هم که ضرر مواد نانی هم این به زراعت ها وارد می شود. مواد نانی ترکیبش از سفیده ها، روغن ها، از عنصر ها، از ویتامین ها، از همه بوی است. لیکن مواد نانی رو ما باید در معیار معین خوریم. مواد نانی و زراعت ها و سبزیجات ها یک مواد نهایت خوب دارند در ترکیبشان که آنها در ترکیب محصولات های حیواناتی نیستند. این غازهای غذایی اند. غازهای غذایی چی فایده دارند؟ آنها حرکت، ماتوریکا و پریستالتیکای روده را خوب میکنند و خاریچوی اخلاط را از بنیه انسان میتیزانند. از لحاظ آن که امروز غذاهای ما از فست فود ها، از محصولات های تستیار، از محصولات هایی که از هر گونه کنسروانت و خیمیکات و دیگر چیزا دارند استفاده می شوند. از این لحاظ غازهای غذایی در آنها نیستند. سطح بیماری قبضیت روده ها در دنیا بلند رفته است. حتی سطح بیماری سرطان روده راست موافق معلومات اینستیتوت آنکولوژی یا سرطان شناسی امریکا در دنیا 10% زیاد گشته است. زیرا که نخا غازهای غذایی از راسیون غذای آدمان دور است. از این لحاظ باید که ما میوه و سبزیجات، محصولات های زراعتی را به مقدار لازمه استفاده بریم تا که مبتلای بیماری قبضیت روده ها نگردیم. و دیگر است که خود چربوها، قند، شکر، قند، نمک، این سه محصولات دیگر است که آنها در راسیون غذای ما هستند. چربوها باید که در معیار تا 60 گرم اگر در روز چربو استعمال کنیم، هم رستنیگی و هم حیواناتی بسنده است. معیار پیشینش تا 90 گرم بود، لیکن امروز طلبات آنها را تا 60 گرم فرآورده است. ما اگر در راسیون ما روغن‌های رستنی بیشتر باشد خوبتر است، زیرا که آنها سطح خلیسترین را کم میکنند، لیپوپروتئید ها را کم میکنند و بیماری
سودتبندی رگ‌های خونگرد اتروسکلروز رو پیشگیری میکنند و بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد رو نیز پیشگیری میکنند. از این روز ما چربوها را باید در معیار. نمک یکی از محصولات‌های معلوم است، هیچ کس به نمک یگون چیز استعمال نمی‌کند. پیش معیارش 15 گرم بود در یک شبانه روز، بعدتر او را 10 گرم کردند، پس آن او را به 5 گرم آوردند و امروز طلب کرده می شود که به 3 گرم رسانده شود. و نمک در تاجیکستان ما استعمالش ضرور است، زیرا که منبع اساسی که ما یود را با او میگیریم این نمک یود ناکرده شده است. تاجیکستان ما منطقه اندمیکی است، ما در خاکمون یود نداریم، در میوه‌هامون یود نداریم. از همین لحاظ ما باید نمک رو استفاده بریم در معیار. و چنین عقیده است که اگر انسان در ترکیب غذایش مقداری نمک و قند رو 10% کم کند، این باعث کم شدن مرگ تا 170 میلیون آدم از مرگ نجات می‌یابد. من این را هم باید در نظر داشت که همون شکر، قند و مقداری کم. بسیار خوب میشد که به جای آنها همون قند میوگی استفاده می‌بردیم. میوه‌ها منبع قندند. مثال در هر یک انگور امروز از آن استفاده بریم. از سیب‌های شیرین داریم. میوه‌های تاجیکستان ما شیرینند، از لحاظ آفتابی‌اند، شیرینند، از لحاظ بخطری بخطرند. ما بیشتر اگر از محصولات میوه‌های وطنی خود استعمال میکردیم به سلامتی ما فایده کلان داشت، زیرا که هر آدم از کدام خاک آمده است، هر میوه از همون خاک اگر باشد اونا به همدیگر مطابقند، سالمی یکدیگر را نگاه می‌دارند، آنها به همدیگر در اونسند و از لحاظ به همه تن صحت و غذای سالم آرزو میکنم. تشکر زیاد استاد که یک صحبت خوب کردیم و در این صحبت او پیشنهاد و مصلحت‌هایی که دادید باور داریم که بینندگان ارجمند ما اونا را یاد میکنن، در ترکیب غذایی خود استفاده میبرن و برای صحت سالم ماندن کوشش و سعی میکنن. تشکر زیاد. بار دیگر یادآور میشویم که با حضور کارشناسی مسائل بهداشت غذایی دکتر علوم طب پروفسور جهانی ازانزاد صحبت کردیم. روزگار خوش و بردوام و ایام بکام.